حضرت یوسف علی نبینا علیه السلام کسی بود با همه زحمت، با همه تکلیف، به درون چاه افتیدنش سرانجام به مصر میرسد، به قصر پادشاهی مصر اونجا زندگی میکند. زلیخا کسی است که ملکه مصر هستند، با چند قلم آرایش، با زیورات زیبا، با لباسهای مجلل دروازه ها را کاملا مسدود میکنند، بند میکنند. میآیند به نزد جوان دل آرا، مرد با خدا حضرت یوسف علی نبینا علیه السلام به نزد یوسف می آید. می بیند حضرت یوسف که دروازه ها همه مسدود شده، بغیر از ما و زلیخا دیگر هیچ بنده وجود نداره، هیچ کس ما را نمی بیند. حضرت یوسف کسی است که پدرش اونجا وجود ندارند که حضرت یوسف را جنگ بکنند، او را سرزنش بکنند. حضرت یوسف به دنیا کسی ندارند که او را نیکویش بکنند. حضرت یوسف علی نبینا علیه السلام رو به بالا میکنند، به الله رب العزت و الجلال میگویند معاذ الله.